سرحدبانان قرغیزستان روز شنبه گذشته 2 ساکن جماعت واروخ را در موضع مرزی پل آفتابرویه بازداشت نمودند و به سمت قرغیزستان بردند. این خبر را به ما شعبه کارهای داخلی جماعت واروخ تصدیق نمود و گفت که یک گروه کارمندان ملیسا به این موضع فرستاده شد تا اینکه سرنوشت این 2 نفر را پیدا کنند. دیروز نزدیکان این بازداشت شده ها به ما گفتند که آنها در شهر بادکن در بازداشتگاه این شهر نزدیکان آنها نگهداری می شوند، اما به اینها اجازه ملاقات ندادند. تنها اون غذایی که با خودشون بردن گرفتن، اما اجازه ندادند که با آنها روبرو شوند. تا حال حاضر درباره این 2 شهروند تاجیکستان هیچ اطلاعی از طرف مقامات قرغیزستان در دست نیست و مقامات قرغیزستان در صحبت با ما این اطلاع را تصدیق یا تکذیب نکردند. نزدیکان این 2 نفر میگویند که وقتی که آنها به شکار به موضع آفتابرویه برآمدند، از سمت تپه کوه 2 سرحدبان قرغیز با سگ و با اتومات کلاشنیکوف آمدند و این 2 نفر را بردند. همچنان که شعبه کارهای داخلی اسفر میگوید در نسبت اینها برای ویران نمودن خط مرز پرونده باز شده است و آنها برای ویران نمودن یعنی که سرحد مجازات میشوند. در حال حاضر مقامات قرغیزستان میگویند که تمام تلاش‌ها را انجام میدن تا اینکه هر چه زودتر آنها را آزاد کنند. اما گفته می شود که این قسمتی که مرزی که این 2 ساکن تاجیکستان بازداشت شدند یکی از منطقه هایی که جانب قرغیزستان ادعا می کند که مورد بحث است، اما جانب تاجیکستان میگوید که این موضع پل آفتابرویه به تاجیکستان تعلق دارد و چرا مرزبانان قرغیز چنین عمل کردند برای اینها ناروشن است.